شما را در دنیا خدا و پیغمبرتون گفته بود که اگر کسی یک بار لا اله الا الله بگه جنت می رود. چرا شما در دوزخی؟ آیا یکم گناه کردین از اسلام دور شدین؟ تمسخر میکنن، مسخره میکنن. با مجرد مسخره کردن الله تبارک و تعالی همون کسی که مسئولیت دوزخ دارن میگه که در دوزخ ببینن اگر کسی یک بار لا اله الا الله گفته باشه دوزخ برو. من نمیخوام که مسلمان تمسخری و مسخره کی باشه؟ کافرها باشه. حالا بین طلب علم یک مسئله را دانستن، این هم طلب علم میگه. وقتی که روز قیامت گروه دوزخ میروند، الله تبارک و تعالی نگاه میکنه که در بین اونها یک اهل علم هم هست. الله میگه است کیف معنیش کنین ما در دنیا این علم دادم نه به خاطر که شما را دوزخ برین بموننش برو به جنت. چقدر طلب علم نعمت بزرگ است. یعنی یا فرض خدا را دانستن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه سرپناه داشت.